نشریه معتبر روسی کمرسانت خبر داد که سابق کینوتئاتر ایسکرا در کوچه مکارنکای شهر پرم روسیه به فروش گذاشته شده است. در اعلان نشر شده در سامانه اعلان‌های اویتو گفته شده است که این مرکز سودا را سفرعلی قلندروف به فروش مانده است. سفرعلی پسر عبدالسلیم قلندروف یک صاحبکار معروف تاجیک است که در شهر و کشور پرم روسیه یک سلسله مغازه‌های فروش لباس و پایافزال را با نام میر میچرخاند. مساحت زمین فروشگاه فروشی زیر 3000 متر مربع بوده. مساحت خود بنا 3277 متر مربع بوده است. صاحبان تاجیکش این مرکز سودا را با نرخ 299 میلیون روبل یعنی 4 میلیون دلار به فروش گذاشتند. کینوتئاتر ایسکرا در پرم سال 1971 ساخته شده. سال 2003 شهرداری آن را در مزایده با نرخ 19 میلیون و 950 هزار روبل فروخت. صاحبان نوش کینوتئاتر را به مرکز سودا تبدیل دادند. آن چند دفعه از دست به دست فروخته شد و سال 2018 با نرخ الکی 145 میلیون روبل دیگر باره به فروش گذاشته شد. در پایان سال 2019 کینوتئاتر سابق را صاحبکار تاجیک عبدالسلیم قلندروف خرید. بنا به اطلاع پایگاه دوگیس در حال حاضر در دو قبط این کینوتئاتر سابق مغازه فروش لباس و پایافزال میر جایگیر شده است. اخیراً گزارش شده بود که ماه ایون سال 2021 عبدالسلیم قلندروف از صاحبکاران پرم ایلیا ژوکوف و آنا بیزدومنیکووا سابق مرکز سودای ویوات در شورای کسمنافها 240 در منطقه ورخنی مولی را خرید. این بنای دو قبطه با نرخ 270 میلیون روبل تقریبا 3 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود. مساحت سابق گیپرمارکت ویوات 61000 متر مربع و زمین زیرش 3100 متر مربع را تشکیل داده. در آن مغازه های چون دبرچن، مارکر ایگروشکا و تباکو پرم جایگیر شدند. احتمال می رود که عبدالسلیم قلندروف اکنون تجارتش را شاید به این بنای کلانتر کوچانده نیست. نام عبدالسلیم قلندروف یک دفعه سال 2016 وقتی به سرخط خبرها افتاد که پلیس پرم او را برای در دو مغازه‌اش به فروش گذاشتن غیر قانونی پایافزال ورزشی با تمغه شرکت مشهور ایکو به جوابگری مأموری کشیده بود. چند سال پیش سفارت تاجیکستان در روسیه گفته بود که بیش از 100 نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه از حساب تجارت موفق خود به حساب دلار میلیونر شدند، ولی به فرق از زادگان ازبکستان که دست کم 3 زاده این کشور میلیاردر شدند، هنوز از میان مهاجران تاجیک نفران با ثروت میلیاردی برنخسته است.